بعد از 3 سال از ساحل شرقی بالاخره وقتش بود برگردم به خونم. سلام، چطور رفقا؟ امید هستم و بعد از 3 سال بالاخره اومدم و اینجام که نرم. خیلی خوش اومدید. مرسی از رفقایی که جدیدن اضافه شدن و مرسی از رفقای قدیمی که بودن و حمایت کردن. دمتون گرم. که یه سری اتفاقا بود که تو این 3 سال نمیشد فعالیت بکنم، ولی دیگه این سری اومدیم پر قدرت، یعنی بترکونیم دیگه. برگشتم و این ویدیو هم با هم میگرفتم که یه اینتروی بذارم که بگم آقا بعد از این هم مدت دارم برمیگردم و بعد از این شروع میکنیم به ویدیو گذاشتن. البته که این 4-5 تا ویدیوی بعد از این ویدیو که میاد یکم شاید سر و صدای اضافه توش باشه، مثل کیبورد، مثل موس، مثلا سر و صدای اضافه دیگه که خودتون میدونید دیگه، یا شاید کیفیت ویدیوها پایین باشه، ادیت یه ذره چیز باشه، چون بعد از این همه مدت نشستم پای سیستم و دارم ادیت میکنم. خلاصه اگه مشکلی داشت توی این 4-5 تا ویدیو حتما داخل کامنت ها بهم بگید که من اون مشکل رو برطرف کنم، اگه خودم حواسم نبود مشکل رو درستش کنم، که بعدش دیگه شروع کنیم پرقدرت اون کانتنتی که خودم خیلی دوست داشتم از GTA V بذارم و بعد از 3 سال بیام شروع کنم به گذاشتن. یعنی واقعا درست کردن اینجور محتوا رو من خودم خیلی دوست دارم. باید بگم که این کانال هم فقط میشه مخصوص GTA V یا GTA San هم یه وقتایی میذاریم توش، ولی بیشتر GTA V. خلاصه که همین دیگه. خواستم بگم که اگه این چند تا ویدیویی که اومد کیفیتش کم بود ببخشید، حتما بگید برطرف میکنم. اصلا بعدش دیگه یه جوری قرار ویدیو بذاریم، یعنی تقریبا یه روز در میون یا هر روز ویدیو داریم. یه توضیح کوتاه هم بدم چرا این 3 سال نبودم دیگه. خب مدرسه بود، سر کار بود، نمیرسیدم ویدیو تولید بکنم و دیگه تصمیم گرفتم که نباشم. الان بعد از 3 سال یکم همه چیز ثبات‌تر شده و تصمیم گرفتم که باشم. ولی این سری دیگه قرار نیست ول کنیم بذاریم بریم، میریم توپانی جلو که بهتر کنیم. و مرسی از این که هستید و حمایت میکنید. امیدوارم که بتونم برای دقایقی هم شده تو این شرایط بعد یکم سرگرمتون کنم. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.